خیرالزاده از دوشنبه کمک میکنند داوری احتیاطی سیاد جان زینی با میدان برآمدند، اما از احتمال دور نیست این طرح جایگیری شوی بیشتر تبدیل هیئت اولیه دسته سردار رو میبینید. خیلی تغییرات ها در یک قسم از بازیگرانی بسیار خوبی خود رو از دست داد. خب شروع می شود رقابت دوستان گرامی و سر اول بیاید درباره هیئت دسته استقلال گوییم، چون آنها میزبان هستند با پیراهن‌های رنگی سفید. در این باره بعد از چند لحظه گفته میگذاریم هجومی بازیگران دسته سردار و ببینید که پرتافت توپ به کنار چپ، از اینجا ارسال توپ به داخل جریمه گو، وضعیتی خطرناک است و ضربه زده دلیر شریپوف قبلا راه اندازی کرده آنها بسیار زیبا و دیدنی هم بود و یک فرصت دیگر اما دلیر شریپوف پس داد به همدستش. ادامه هجوم مکنون از کنار و ارسال بسیار خطرناکی توپ. سفرف خیلی خوب میگذارد از کنار. اینجا باز یک نفر دیگر رو گذاشت، اکنون ضربه او و قربان علی بابویف این حالت رو برطرف میکند. گزارشی بسیار خوب از سوی فوتبال بازان دسته استقلال و نهایتا گل اول اما با سبب افساید بکار کرده می شود. و توجه کنید به ادامه این حمله. خوب اینجا راستی از این صحنه عبارت است. رستم سویرف پسی او وضعیت خطرناک، ضربه و دروازه‌بان باز هم نجات می‌دهد. روی او فرصتی باز هم از نزدیکتر دوام دادن حمله بیشتر بود. وضعیت خطرناک است و یک ضربه باز هم یک ارسال دیگر. اینجا اکنون فرصتی نوبتی به میان میآید اما خودی بازی خیلی خوب. منوچهر سفرف آزادانه در کنار توپ را قبول میکند. پرتافتی او و مبارزه دوام دارد. پرتافتی او و اینجا اکنون بازیگر ارسال توپ به داخل جریمه گو و باز هم سردار رو میبینیم. وضعیت خطرناک است و ضربه بسیار هم خوب به کنجین امیربک جورابویف. پس این نوبتی او رو میبینیم. وضعیت خطرناک است. باز هم امکانیت برای دسته استقلال. ما واقعا هم خواهیم دید که علیشیر به میدان میبرد و چگونه بازی دسته استقلال میتواند عوض شود. پای در همینجا ضربه ها حاجی اکبر اوزاقوف ارسال توپ به سوی او و چگونه شانس بود در این ضربه راست سوی دروازه است. قربان علی بابویف این حالت رو برطرف کرد. سردار باز یک حمله دیگر و پرتافتی نوبتی اکنون گل دوستان گرامی. نهایتا حساب شده می شود و در دقیقه 81 بازی ما و شما گل ببینیم. اینجا واقعا هم هنگام ارسال توپ به سوی در آنجا بیشتر است نظر به اونه که در پرتافتی خودی سفرف بعد خوب دوستان گرامی افساید و ما باید حتما صحنه وضعیت خطرناک است. در این حالت دروازه‌بان تیم استقلال این حالت رو برطرف میکند. ضربه بسیار خوب اما دروازه‌بان این حالت رو برطرف میکند. یکی از رقابت ساعت 16 دیگری ساعت 18 شروع می شود. اینجا امکانیت پیدا میتوانست اینجا باز هم بهتر پیدا شود. ضربه رو میبینیم و با همین تمام دوستان گرامی با همین تمام رقابت استقلال دوشنبه و سردار